السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان محترم و گرامی قدر، امروز میخواستم در مورد داروی الرحیق کمی سخن کنم. داروی الرحیق از روغنهای طبیعی مثل روغن سیاه‌دانه، پودینه و دیگر روغنها تیار شده است. 100% روغن الرحیق 100% طبیعی است، شیمیا ندارد. دارو برای کسانی که خنکی دارند، یعنی شش خنکی دارد، خفه بسیار میزند، گریپ است، بالاخص یعنی خنکی دارد، خنکی از خنکی شکایت میکند، همین دارو بسیار علاج خوب دارد. شخصا من خودم بسیار خفه میزدم و از همین دارو باور کنید یک قاشق خوردم، در همون جاش اول الله متعال، بعدا همین دارو سبب شد یعنی خفه را از بین برد. برای همین برادران عزیز، کسانی که از بیماری های گریپ و شیش و دیگر بیماری های درونی یعنی خنکی دارند، نویسید، نمره واتساپ هم میمانم. نرخ دارو 350 روبل است. خب به همه شهرهای روسیه انشاءالله تعالی که ما روان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.